سلام، امروز درباره خوجندی غرمی و کلابی صحبت میکنیم و درباره آنکه آچه بگوییم، اچه بگوییم و یا مادر. بلاگ یکی از کاربران رادیو آزادی درباره آنکه در تاجیکستان لهجه را به جای زبان ادبی رایج میکنند سبب بحث و غوغا و اگر با لهجه بگوییم سبب گپ و کلاچه زیاد شد. حفیظ قلندرов در این بلاگ میگوید خار کردن زبان ادبی برای ملت بسیار بد است و نباید اجازه داد لهجه جای آن را بگیرد. کاربری که خود را فیلولوگ معرفی کرده است در وبسایت رادیو آزادی نوشته است لهجه برای تاجیکان بدبختی می‌آورد و به قول او سبب متحد نبودن تاجیکان است. شرح این کاربر را همراه می‌خوانیم. در تمام زبان‌ها شیوه و لهجه وجود دارد، اما لهجه‌ها در تاجیکستان برای مردم مصیبت آوردند. در زمان جنگ داخلی لهجه خون شما را می‌ریخت. اگر با لهجه غرم گپ می‌زدی یک تیر به پیشانیت می‌زدند و به دست مقابل می‌افتادی و از لهجه‌ات معلوم می‌شد کلابی هستی می‌کشتند. لهجه در تاجیکستان یک سبب پراکندگی است. در خانه با هر لهجه که می‌خواهید گپ زنید. بین هم با زبان ادبی گپ زنید وحدت ملی هم می‌آید. و سلام. شرح یک کاربری را که در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک گذاشته است بسیاری از کاربران دیگر نمونه خار شدن یا بی‌اعتنایی به زبان ادبی تاجیکی نامیدند. شرح این کاربر را که خود را حصار فورنور معرفی کرده است به هیچ تغییر املایی و با همان شیوهی که نوشته است می‌خوانیم. راستش گپ زنم اولی به ادبی گپ زنیم یگان آدم نمیفهمه معنی گپامونه یا به مثال مسخره قبول میکنن. آدما با میگن که ایرا سرش گوج قیدگی کجا دیگه ادبی میمونه، بعد به همون لهجه آچگیمون خوبش گپ زنیم بهتر است. با اشاره به همین تمایل در تاجیکستان بابا جان یکی از کاربران دیگر در وبسایت رادیو آزادی نوشته است این گونه مناسبت زحمت زیایان تاجیک را که برای زبان ادبی سالهای دراز عذاب کشیدند برباد می‌دهد. شرحش چنین است: دلم با آنهایی می‌سوزد که در آخر دوره شوروی برای دولتی شدن زبان تاجیکی زحمت کشیدند. در ارتش تنها با لهجه کلابی گپ میزنند. بعضی والدان در شمال گپی سربازان را بعدی بازگشت از ارتش نمیفهمند. باز بدبختی در آن است که کارمندان اداره‌های دولتی هم با لهجه گپ میزنند. و به کجا روانیم؟ کاربری که نخواسته است نامش را بگوید در صفحه رادیو آزادی نوشته است که لهجه عیب ندارد ولی عین زمان باید زبان ادبی را دانست تا مردم همه منطقه‌های تاجیکستان شما را فهمند. شرح این کاربر را می‌خوانیم. واقعا گفتگو با لهجه در همه ملت‌های جهان مشاهده می شود و این ضرری ندارد ولی در برابر این باید زبان ادبی را دانیم. ایده از کاربران نوشتند که در رایج‌تر شدن استفاده از لهجه در تاجیکستان مقامات دولتی هم گناهکارند. این کاربر که خود را مغفرت نامیده است در وبسایت ما چنین نوشته است: باید گفت که حالا در مؤسسه‌های تعلیمی و مکتب‌های میانه آموزگاران جوان اصلا با زبان ادبی یعنی زبان ادبی گفتگویی حرف نمیزنند، نه با خواننده مکتب و نه بین همدیگر. حالا که طلبه مکتب باید سخن ناب و گفتار درست را شنود تا اینکه گوشش عادت کند و از زبانش به این گفتار گویا شود. بیژن یکی از کاربران دیگر در رادیو آزادی مطرح کردن مشکل استفاده زیاد از لهجه را قابل تحسین و آفرین خوانده و گفته است که برای پیشرفت زبان ادبی و استفاده وسیع آن کار را از عائله و مؤسسه‌های تعلیمی و از آوان کودکی باید سر کرد. پیشرفت زبان از عائله سر می شود، بعد از دبیرستان یا اینکه باغچه و آموزشگاه. اگر پدر و مادر آموزگار حس خودشناسی ملی و سواد داشته باشند پس آموزش زبان درست رفتن می گیرد. بعدا در تلویزیون برنده ها خبرنگارها درست حرف زنند، نسل جوان زبان را درست یاد می گیرد. نظر شما به استفاده چای کجا و کجایی و یا کجایی چیست؟ کدامی را استفاده بریم که همه بفهمد؟ به ما نویسید یا بگوید و به شماره که میبینید بفرستید. واتساپ، وایبر، تلگرام و ایمو دارد. این کار را از طریق وبسایت ما هم کرده میتوانید. آزادی آنلاین به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.